یکباره در جریان جلسه شورای امنیتی از کار پیش کردن رهبران تقریبا همه نهادهای قدرتی منطقه کولوب و ولایت ختلون از جانب پرزیدنت تاجیکستان یک چند روز باز یک موضوع اساسی ورد زبانها باقی میماند و فرضیه های مختلفی را درباره سبب ها و چنین پاکاری جدی در صفای مقامات حفظ حقوق و امنیت رو آوردن امامعلی رحمان به وجود آورده است. احمد ابراهیم سردبیر پیک یگانه نشریه مستقل در جنوب تاجیکستان در یک مطلب با نام پیشوای ملت میان کروپسیا را در ولایت ختلون در هم شکست کمکش کنید در صحیفه این نشریه در فیسبوک از ظلم این سرداران به داد آمدن مردم منطقه را همچون یک سبب پاکاری آنها نام برده است. احمد ابراهیم با آوردن روی خط منصبداران رانده شده می نویسد این نامگوی ناپوره همان مسئولان است که از ظلمشان مردم منطقه به داد آمده بود. این طایفه چنان متحد بودند رئیسان نواحی و شهرها هم از آنها هراس داشتند. هر روز کمش 10 نفر از ظلم آنها به هفتهوار پیک شکایت می بردند. در ادامه مطلبش سردار پیک از پرزیدنت امامعلی رحمان ستایش کرده است که راه را به سوی عدالت گشود و اکنون باید هم از یک گریبان سر برآورده در اطراف پیشوا متحد شده بر پایداری عدالت و پایه‌های دولتداری باید مبارزه بریم. راه دیگر نیست. حالا باید ملت مطمئن باشد که پیشوای ملت همه را می‌بیند. رو افتاده نشوید. این اقدام را دستگیری کنید تا دیگر باره مافیا سر نبردارد. نگذارید که چنین مافیاها پایه‌های دولتداری را سست گردانیده استقلالیت کشور را زیر سوال گذارند. نباشد حالی همه بد می شود. احمد ابراهیم همین طور اجرا نشدن نقشه دعوت به صف قوه‌های مسلح را نیز نتیجه غارتگری همین طایفه نامیده از جلسه جنبسته حکومت شهر کولوب و سخنرانی نماینده حکومت جمهوری دایر به آبادانی شهر کولوب بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی وزیر نقلیات جمهوری عظیم ابراهیم نقل قول کرده است که او رو به کمیسیای حربی آورده خیلی آشفته گفت که من از همه کردارهای شما باخبرم. افسوس که از دستتان نقپیدم. البته وزیر سلدت فروشی را در نظر داشت و درست هم قید کرد. مسئولین رذیل به جای پر کردن نقشه کیسه پر میکردند و دعوت شدگان را با هر راه و واسطه میگریزانیدند. می نویسد مؤلف مقاله. یادآور میشویم که روز 19 ژانویه سال 2024 پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان که رئیس شورای امنیت این کشور نیز است در جلسه شورای امنیت از سطح پست کسبی ناهوده براری نسبت به اجرای وظیفه‌های خدمتی راه دادن به حالت‌های کروپسیونی زیاد شدن جنایت‌های دارای خصوصیت‌های اکستریمیستی و تروریستی قاچاق مواد مخدر دست زدن بعضی کارمندان مقامات حفظ حقوق نظارت و ساختارهای نظامی به قاچاق مواد نشه‌آور و مال و محصولات به صف مقامات به کار قبول شدن شخصان تصادفی و غیر کسبی انتخاب و جابجاگذاری نادرست کادرها از جانب رهبران در ولایت ختلون و منطقه کولوب با آوردن مثال‌های مشخص به تندی انتقاد کرد و سپارش داد که سردار ریاست کارهای داخلی ولایت ختلون و معاونان او، پروکورور ولایت ختلون و معاونان او، سردار گروه فوری ریاست کمیته دولتی امنیت ملی در ولایت ختلون، سردار ریاست اگنتی نظارت دولتی مالیه و مبارزه با کروپسیا، سردار یکچند ریاست‌های اگنتی نظارت مواد نشه‌آور، سرداران یکچند ریاست‌های اگنتی نظارت مواد نشه‌آور نیز از وظیفه آزاد کرده شدند. پرزیدنت امامعلی رحمان همین طور خود همان روز با امضای یک فرمان امر داد که صف کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی 30% اختصار کرده شود.